11. مهمانخانه طوفان همچنان کمی بعد. شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو کیان مهر، خوش برگشتید. ما توی اتاقمان در مهمانخانه بودیم و عمو ادوارد از پسری حرف میزد که روی عرشه شعله ور ایستاده بود. در این باره بعداً بیشتر حرف میزنیم، اما اول باید با تابوت به خانه اربابی ماکریف میرفتیم. قرار بود یارو قوی هیکلی مثل تئوس خیلی به دردمان بخورد. تئوس آنقدر قوی بود که می توانست تابوت را روی شانه‌اش حمل کند. امیدوار بودم وقتی آن را با اموال ماکریف پر می کردیم آنقدر سنگین شود که نتواند تنهایی حملش کند. سنگینی یعنی پولدار شدن ما. و تا آن موقع ماکریف بهترین موردی بود که گوشش را بریده بودیم. تئوس تابوت را از زیر صحنه‌ای که در انتهای کافه مهمانخانه طوفان بود بیرون کشید. مرد ریشو از بالای عینکش نگاهی کرد و پوکی به پیپش زد. به نظر انگلیسی فرهیخته‌ای بود که برای فروش کتابایش به اطراف کشور ما سفر می‌کرد. مرد فرهیخته قلم باهوشی داشت که توی خودش جوهر حمل می‌کرد. مرد به آن خودنویس می‌گفت. قلم قشنگی بود و نوک طلایی و براقی داشت. شاید اگر وقت می‌کردیم پیش از ترک اتاقمان و فرار از شهر عدن آن را هم می‌دزدیدیم. متاسفم اما نمی‌توانم جلو خودم را بگیرم. جنوئری سرم کوچولو و زشت ما را تماشا می‌کرد. چشمانش پر از نفرت و دستهایش پر از بطری بود. او بطری ها را توی قفسه ها میچید تا وقتی مشتری ها از راه میرسیدند آماده باشند. به مارمولکی شباهت داشت که دندان درد داشته باشد. آری، به تاریکی نمناک شب قدم گذاشتیم. مه رودخانه را در خود فرو برده بود و روشنایی چراغ‌های گازی در کنار خیابان به زحمت سایه ها را دنبال می‌کرد. سایه های شهر عدن بودند و چون گربه گرسنه‌ای که ظرفی از خون را بلیسد روشنایی را می‌بلیدند. ما خودمان را از مسیر کلاسکه هایی که تق تق کنان و با سرعت بسیار می‌گذشتند کنار کشیدیم و به راهمان از پیاده روهای چوبی ادامه دادیم. شنونده عزیزم رادیو کیان مهری مهربون، اگر روزگاری من شهردار شوم علیه سرعت زیاد قانون وضع میکنم. آن وقت پلیس های دوچرخه سوار و مخصوص ترافیک را به کار میگیرم تا خلافکارها را بگیرند و حسابی جریمه کنند. آری، اما البته من هرگز شهردار نخواهم شد و این اتفاق هم هرگز نخواهد افتاد. دوستان من، در حالی که به نظر می آمد تئوس دوچار حیرت و سردرگمی شده است، مردم چهره خاکستری توی خیابانها شتابان در حرکت بودند. تئوس به پنجره اتاقهایی که با شعله شمع روشن شده بودند نگاه می کرد. خانه ای را دیدیم که بزرگتر از یک کلبه نبود. رنگ و نقاشی طبله کرده روی دیوار جلویی از رنگ و رو افتاده بود. نقاشی را طوری کشیده بودند تا شبیه خانه‌ای زنجبیلی باشد و به نظر بیاید که کیک‌های آلبالویی و مرباهای خوشمزه دارند. از سقف آب نباتی آن میچکند. من کلبه‌ای شبیه این را جایی دیده بودم، اما کجا؟ شما میدونید کجا؟ نقاشی دیوار جلویی کثیف و رنگ پریده بود. روی تابلوی از هم شکافته‌ای نوشته شده بود:
دنیای شگفت‌انگیز خانم واترز، برای کودکان زیباترین مهد کودک شهر. آری، آن وقت یادم آمد که چنین کلبه‌ای را کجا دیده بودم. من آن را در یکی از کتاب‌های قدیمی پریان دیده بودم. این کلبه مخفیگاه جادوگری و جنس بود. آره، یادتونه اسم قصه‌اش چی بود؟ پنجره ها را از غبار و دود پوشانده بود. تئوس با دست آزادش به شیشه یکی از پنجره ها مالید و به داخل آن خیره شد. من خودم را کشاندم زیر تابوتی که او به دوش گرفته بود و به داخل زل زدم. روی کف چوبی خاک گرفته و پر از تار عنکبوت کلبه حدود 10 گهواره دیده می شد. توی هر گهواره هم نوزادی رنگ پریده را توی شالی کثیف پیچیده بودند. بعضی از آنها مثل میمونها جیغ می کشیدند، بعضی مثل ماهی ها روی پیشخان ماهی فروش ها بی حرکت بودند و بعضی هم که آب دهانشان سرازیر بود نک و نال می کردند. پرسیدم اینجا کجاست؟ اما ادوارد با سر به تابلوی روی در اشاره کرد و گفت خانم واترز، پرورشگاه نازادان. تئوس زمزمه کرد این خانم بچه پرورش میدهد مثل کشاورزها؟ ولی او نمیتواند چنین کاری بکند. چنین کاری فقط از یک ایزد ساخته است. اما ادوارد سرش را تکان داد و گفت این خانم بچه های ناخواسته را قبول می کند. او تا آخر عمر این بچه ها از آنها نگهداری می کند. پدر و مادر این بچه ها برای این کار به خانم واترز پول می دهند. باید پول هنگفتی بدهند، چون بچه ها سالها نیاز به مراقبت دارند. اما ادوارد صورتی گرد و سر حال دارد. غریبه ها با دیدن او لبخند به لبشان می آورند. اما آن شب زیر تابش سبز و رنگ پریده چراغ گازی پریشان به نظر می آمد که گفت بچه ها زیر دستای او خیلی دوام نمی آورند. بعد نگاهی به من انداخت و ادامه داد آنها خیلی زود میمیرند. این خانم اجباری هم ندارد که آنها را مدتی طولانی نگه دارد. جیم، من تو را در یتیمخانه یافتم. یتیمخانه مخصوص کودکانی است که سرپرست ندارند. آنجا هم جای ناخوشایندی است، اما این پرورشگاه صدها بار از آنجا بدتر است. ناگهان دری به اتاق پر از تخت باز شد. نور شمع سوسویی زد و زنی داخل شد. زن با آن موهای زرد رنگش به عجوزه های داستان های پریان شباهت داشت. او به طرف تخت کودکی گریان رفت. او را محکم تکان داد و سرش داد کشید تا بخوابد. بعد انگار که متوجه نگاه های ما شده باشد، ناگهان سرش را بالا گرفت، چشمان سرخش را به سوی ما گرداند و داد زد از آنجا دور شویم. تئوس به عقب سکندری خورد و چیزی نمانده بود تابوت را به زمین بیاندازد. او نفس عمیقی کشید و گفت چه اشتباهی از من سر زد؟ ما به راهمان در پیاده رو ادامه دادیم، اما ادوارد به او گفت پسرم تقصیر تو نبود. تئوس گفت ولی تقصیر من است. من میخواستم زمین برای انسانها بهشت باشه. هرگز قرار نبود که اینطوری تمام شود. جایی در سیاهی دور دست زنی جیغ کشید و گریه اینالی. بوق مه گرفتگی سطح رودخانه به صدا در آمد و اما ادوارد گفت در روشنایی روز اوضاع بهتر به نظر می آید. صدایی از پایین پای ما گفت همینطور است. در آستانه دری مردی با پتوی نازک دراز کشیده بود. موهای مرد بیرنگ بود و عینکی تیره به چشم داشت.
گفتم ببخشید. مرد نخودی خندید و گفت نگو ببخشید، در واقع تو روی من پا نگذاشتی، اما اگر واقعا میخوایی ببخشمت میتوانی یک سکه طلا به من بدهی، حتی یک سکه نقره هم بد نیست. بعد میتوانم یک لیوان بزرگ نوشیدنی گرم بخرم. گفتم پول ندارم. اما ادوارد همچنان که آستینم را میکشید گفت ما به گداها پول نمیدهیم. راستش را بخواهی من گدای نابینا هستم. گدای نابینا و بینوا میتوانی به خاطر آنکه چشم ندارم تا کار کنم به من پول بدهی. گفتم ببخشی. گدای نابینا گفت ایرادی ندارد، جلوی پایتان را خوب نگاه کنید. ما که دلمان نمیخواهد آن تابوت به زمین بیفتد. من شاید نابینا باشم، با این همه هنوزم از جسدی که توی آن تابوت هست حالا روز بهتری دارم. برای همین نگاهش میکنم، برای همین. گفتم همینطور است. شب بخیر آقا. مرد از پشت سر داد زد شب بخیر، شب بخیر، شب بخیر. توی پیاده رو ایستادیم. تئوس به من نگاه کرد و گفت اگر نابیناست از کجا فهمید من دارم تابوت میبرم؟ اما ادوارد گفت اون نابینا نیست. تئوس گفت ولی خودش گفت که هست. دروغ میگوید. دنیای دروغگوها و بچه پرورها؟ این دیگر چه دنیایی است؟ از مقابل دروازه های کارخانه گذشتیم که نوک دودکش های بلندش در هوای سنگین شبانگاهی ناپدید شده بود. روی دروازه های کارخانه با افتخار و با حروفی طلایی نوشته بودند دستگاه های ماکس ریف. در باز شد و ما درون کوره های سرخ و شعله ور را دیدیم که می‌غریدند و دودهایشان را بیرون می‌دادند. دستگاه ها در روشنایی سرخ رنگ سر و صدا می‌کردند و چرخ ها دور خود می‌چرخیدند. کودکانی ژنده پوش سرفه کنان و لنگ لنگان توی دروازه ها تلو تلو می‌خوردند. آری پیش از آن که تئوس چیزی بپرسد اما ادوارد گفت آنها 14 ساعت تمام بدون لحظه استراحت کار کردند. آن وقت شعری را از برخان. اما ادوارد شعرهای زیادی حفظ بود و هر جا که می رفتیم یکی از آنها را می خواند. مادر دیگر توان مراقبت از چرخی را که به من سپردن ندارم. انگشتانم درد می کنند و لبانم خوش شدند. آخ 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 که اگر دردم را حس می کردی. اما مگر آنچه را من کشیدم کسی حس کرده است؟ آری آن وقت اوست دوباره همان حرف عجیبش را گفت. هرگز قرار نبود که اینطوری تمام شود، هرگز. و چیز عجیب تری هم به آن اضافه کرد. پس ایزدان کجا هستند؟ چطور اجازه میدن چنین اتفاقی بیفتد؟ شنونده عزیزم، چیزی که آن موقع نمیدانستیم این بود که باعث چنین اتفاقهایی ایزدان هستند و به 1,000,000 سال پیش برمیگرده. دوست من 1,000,000 سال پیش تو یونان چه اتفاقی افتاده که آتشش گریبان امروز ما رو گرفته؟ میخوای بدونی؟ اپیزود بعدی بهت میگم چی شده.
سپاس از همراهی پرمهر شما. با لایک، شیر، سابسکرایب و اگر مایل بودید از طریق لینک پایین هر اپیزود با حمایت مالی در راه توسعه فرهنگ کتابخوانی با من سهیم باشید. تهیه شده در استدیوی قلبم، رادیو کیانمهر.